السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما دو ملا وجود دارد. از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بروقتر دیگر دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز میگذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس حرد این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین دو تا نماینده دین، دو تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است. این یک ناآرام کننده باور کنید چی در مسجد چی در جامعه هستند. اینها از روی اسلام رسول اکرم گفتند انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید. نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد. عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبر خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدم دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است. در یک مسجد دو قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید.